مرکز ایجادیات کودکان نورسان سال 2003 در نزد کمیته اتفاق کسبه کارخانه واحد دولتی شرکت علمی تاجیک تأسیس یافته تا امروز هزاران کودکان نورسان شهر ترسونزاده را به تعلیم و تربیت و کسب آموزی فرا گرفته است. در اینجا شرایط برای تشکیل محفل‌های گوناگون و آموزش کسب و هنر مهیا میباشد. هدف رهبری مرکز انکشاف معنوی، قانع گردانیدن شوق و رغبت و مهارت و استعداد، خودآموزی و ایجادکاری، آماده نمودن کودکان برای در آینده انتخاب کردن اختصاص، تشکل جسمانی و حفظ سلامتی، اینچنین با مقصد و منفعت نگذراندن وقت خالی کودکان و نورسان میباشد. چنانه که امسال از طرف سرور دولت، پیشوای ملت محترم جناب عالی امام علی رحمان سال جوانان اعلام شده است، ما نیز استادان در مرکز ایجادیات کودکان نورسان تمام شرایط ها را مهیا ساختیم و جوانان را دستگیری میکنیم و میخواهیم که جوانان در آینده برای راست هدایت نماییم. مدینه شریفова یک سال است که در محفل دوزندگی فعالیت دارد. او در اینجا نازک‌های کسب دوزندگی را می‌آموزد. شوق و رغبتش خیلی زیاد است و آرزوی دوزنده کسبی شدن را دارد. کسب دوزندگی و پزندگی این به هر دختر بچه این حتمی است که باید این را یاد گیرند و در آینده این به آدم‌ها یاری می‌رساند و من می‌خوام که در آینده دوزنده ماهی شوم. غیر از محفل دوزندگی من باز به هنری آوازخوانی هم داخلم. در مرکز مذکور زیاده از 10 نامگوی محفل ها عمل میکند که امروز زیاده از 100 نفر کودکان و نورسان در آنجا کسب میآموزند. بیشتری اعضایان محفل را دختران تشکیل میدهند. در اینجا محفل های آوازخوانی، تئاتر لختک، کشیده‌دوزی، بافندگی، زردوزی، محفل های رقص، دایره نوازی و اسباب های خلقی عمل میکند. مرکز اساساً برای فرزندان عائله های کمیزاعت و کارمندان کارخانه واحد دولتی شرکت علمی تاجیک پیش بینی شده است. 2 سال می شود که در اینجا اعضا شده‌ام. من محفل آوازخوانی را خیلی دوست می دارم و می خواهم که در آینده یک آوازخوانی بهترین شوم. من در وقت‌های خالی یعنی بعد از مکتب به اینجا آمده با معلمم قدم و زیاده مشق می کنم و من محفل آوازخوانی را دوست می دارم. فعالیت پرثمر مرکزهای ایجادیات کودکان و نورسان بر رشد ذهنی و بلند برداشتن ذوق و جهانبینی نورسان مساعدت می‌نماید. در مدت 15 سال این مرکز صدها کودکان را تربیت نموده است که امروز در ساحه فرهنگ موقع خود را پیدا نمودند. این شهادت از آن می‌دهد که فعالیت این مرکز پرثمر میباشد.